حال میم اقسام تحریف که است گاهی در لفظ میایه و گاهی هم در معنا. تحریف در لفظ چه قسم است؟ احیانا یک نفر حرکت تغییر میده. و کلم الله موسی تکلیما. الله میگه و کلم الله. اینجا وقتی که الله میگه که و کلم الله، صحیح که کلم الله اینجا ایش پیش داره، یعنی سخن گفت الله با موسی علیه السلام. یک کسی میگه و کلم الله موسی، این میگه وقت سخن گفت موسی با الله. پس اینجا صحیح که چقدر معناش چی شد؟ تغییر آمد. این تغییر در چی میگن؟ این تغییر میگن در لفظ. فهمیدین؟ پس اینا کلم الله هو موسی تکلیما را کلم الله اینجا تحریف در چی آمد؟ تحریف در لفظ آمد. احیانا کلمه را تغییر میدن. اینا شما سوال کنین یکی از تحریف های خطرناکی که در افغانستان رواج داره الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نشته میکن 66 تحریف شد نشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم ایوازی که نشته کنه بسم الله الرحمن الرحیم، استاد در مکتب چی نشته میکنه؟ چی نشته میکنه؟ 786. پس 786 بگویی چی است؟ میگه ای بسم الله الرحمن الرحیم است. این تحریف کرد نکرد؟ ها؟ جمله را به چی تغییر کرد؟ به جمله دیگه. پس تحریف لفظی گاهی تغییر در حرکت می، گاهی در حرف می، گاهی در کلمه می، گاهی در جمله می، گاهی در عبارت می. پس اینا گرفتن اینمی کلمه را تغییر دادن، جمله را تغییر دادن، عبارت را تغییر دادن. 66 الله هست. دروغ میگن. به خاطر ازی که اگر 66 نشه کنی الله هست. چرا؟ میگه به خاطر ازی، میگه الف لام هید چشمه. میگه الف در ابجد یک است. ابجد هوس حوتی. اینه میگه لام سی است. این لام دوم سی است. ابجد هوس اینه میگن 5 است. پس میگن 1 جمع سی جمع سی جمع 5 مساوی میشه به چند؟ 66. بسیار خوب. پس میگن 66 چی است؟ الله هست. اینال لاله اوندو میگن نه لاله هم 66 است. سعی کن. لام الف لام اگردک. لام سی الف 1 لام سی ایده چشمه 5 مساوی چند شد؟ پس آیی تاویزی که لاله اوندو نشه کرده نام خدا نشه کرده یا نام خدا را؟ چطور بازی داده مردمه؟ این حال تحریف یا تغییر کلمات حرکت تغییر میته، یا حرف تغییر میته، یا کلمه را تغییر میته، یا عبارت تغییر میته، یا جمله را تغییر میته. بعضی از تحریف لفظی هست که بسیاری وقتا در تورات و انجیل یهودیا وقتی که دست زدن نام‌ها را تغییر دادن، کلمات را تغییر دادن، صفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم تغییر دادن.